سلام علیکم رفقای گل چنل پی اس ام بلک، حالتون چطوره؟ من کیاوشم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا یه خودتون میدونین که چنل رو ساب بکنید، ویدیومون رو لایک بکنید و زنگوله منگوله فراموشتون نشه. آقا بریم سراغ ویدیو. من توی این ویدیو در واقع میخوام چیکار بکنم. توی ویدیو قبلی اگه دیده باشید و یادتون باشه گفتم که این دوتا پکی که توی بخش کوین آورده، یعنی این گواردیولا و داوید ویا که آورده، گفتم نمیگیرمش حقیقتا، ولی دیدم خب اولا هم قیمتش خوبه، حالا $34 دیگه، و بازیکنایی هم که داره حقیقتا بد نیستن. این حالا روبن دیاز خوبه، واتکینز خودش خوبه، پرشیش خیلی خوبان استفاده نمی کنم. این نسخه داوید ویا هم شاید خیلی قدیمی باشه و خیلی کارسازم نباشه، پلی استایلش هم مثلا خیلی آنچنان چنگی به دل نمیزنه، ولی در هر صورت به این مهاجم خیلی، یعنی کمبود مهاجم دارم حقیقتش. و آقا دیگه خرج شدم دیگه، میخوام بگیرمش و خب 100 تا هم که کوین میده. این از این. و باکس که در واقع نه، این پک گواردیولا هم یه دونه فقط توش گواردیولا بیشتر نداره، همین که میبینید که من فکر میکنم بد نباشه بچه ها. و خب ببینید کارتش هم جدیده، یعنی 2 بوستر است. و حالا من میگیرم، ببینید من که خرج شدم بگیرم، خب منم یه تصمیم بگیرم هیچی نمیتونه منصرفم کنه. اینو میگیرم. نسخه های گواردیولا کلن خیلی چیز مالی نبودن، ولی از اونجایی که بنده خرج شدم و میخوام بگیرم دیگه دل رو دادم به دریا و میگیرمش. 50 تا هم سکه میده، 100 تا اونجا، 150 تا، 2 تا آیکون که 90 تا رفتم سراغ گذشته، 2 تا اپیک 2 بوستر میده، 3 تا هم هایلایت، 150 تا هم سکه. و به نظر من این مجموع پک $3-4 میارزه. و شاید حالا براتون سوال باشه چطوری میخوام بگیرم. بچه من یکی از اکانتام توی گوگل پلی، اون روزی که پلی پوینت جمع میکردم این بند شده بود و آقا این هیچ جوره به من پوینت و سکه نمیداد دیگه. منم سکه اینا جمع، در واقع دلار ایناشو جمع کرده بودم که بگیرم، یهو این به من ارور بودم تو بند شدی و تو آمریکا این داستانه این کسچرا رو گفت. من خیلی خورد تو ذوقم دیگه، با 1000 تا پیگیری و این داستانه بالاخره من اینو درستش کردم و الان دیگه میخوام بگیرم دیگه، یعنی تقریبا $6 دارم و با این دیگه ایشالا بریم بگیریمش دیگه. یه پک گواردیولا رو بگیریم. من اینو بزنم. خب اینو به همون داد بچه ها. بچه ها بالاخره موفق شدم پرداخت کنم. قربون دارم داشتم دست گل دمتون بعد تو بشم قربون. و یه دونه هم اینه بچه ها بگیرم. به نظرتون دارم خر میشم و دیگه بگیرم دیگه. من که دیگه آقا راهو تا اینجا اومدی دیگه بگیر، اذیتمون نکن. اینم به همون بده. خب اینم تموم شد و بالاخره گرفتم، بالاخره خرج شدم. مرسی مرسی مرسی. و چقدر برامون بذارم نگاه کنم الان چند دلار دارم؟ $2. $2 بیشتر ندارم. اما این $2 رو فقط نگه دارم بعدا به زخم بزنم. ما 130 سکه هیچ در واقع کاری نمیتونم بکنم. خب مکسش کنیم اول. آقا حاج دیدید چقدر حال میده که هیچ کدوم از اینا دیگه قرارداد ندارن؟
ببین تمامشون رو میتونی خیلی راحت استفاده بکنی. چقدر حاجی درد سر داشتیم ما سر یه تمدید قرارداد، هیچ کدوم نمیتونیم استفاده کنیم اصلا. خب خیلی خوب دیگه کسوشه بسه. بریم دوتا داشتمون رو که گرفتیم و بیارم. کجاست؟ چه پیداش نمی کنم حاجی کجایی؟ خب بذاری کاری بکنیم. بسکول بازیه چیه؟ اینو میزنیم بعد چرا نداد؟ ای شت حاجی برم بچی برم از اینجا بگیرنش حواسم نیست پشما. این بچه ها واقعا حواس پرتی به آدم چیکارا که نمی کنه. قربون دست داداش. خب الان میگی تو این همه سال داری بازی میکنی هنوز اون نفهمیده که ببری از رو بگیریش. خب خیلی خوب. آها حالا شد. من اینو یه ارتقا بدم ببینیم اوورالش به چه صورت میشه. داوید ویا هم بزنیم. خب 4 تا از این. اول داوید ویا عشق. من واقعا یکی از بازیکن‌های مورد علاقه‌ام تو زمان 2010-2011 بود اوج بارسا. خیلی واقعا دوستش داشتم. یکی از بازیکن‌های مورد علاقه‌ام بود. خب به انم آقا یعنی آمار به این صورته. میدونید خیلی نباید انتظار خاصی از این داشته باشید. یعنی بهتون گفتم خیلی چیز شاخی نیستش. من خر شدم جوگیر شدم که تصمیم بگیرم باید بگیرمش. میدونید حالا گیم پلی رو حتما براتون میذارم. آها بچه ها اینو بهتون بگم تو ویدیو آموزش قبلی فراموش کردم بهتون بگم نحوه ارتقای جدید یکم فرق کرده. روی اکشن که میزنید این قسمت اول ریکامندد بهتون میده یا همون اوتوی خودمون توی نسخه های قبل. اینو که بزنید دیگه نیاز نیست چیزی رو تایید کنید. شما بکو که بزنید خودش ارتقا پیدا میکنه و وقتی هم که دوباره بخواید ریستش کنید میاد اینجا اکشن رو میزنید ریست رو میزنید. یه حالت هم که همینطوری حالت دستیه دیگه میتونید دستی ارتقاش بدید. من حالا ریست بکنم بعد نگاه کنید نشه ریستور پریویس ستینگ. اینو که بزنید به تنظیمات قبلی که بازیکنتون ارتقا داده بودین برمیگرده. من ریکامندد میزنم بعد بریم سراغ آقام گواردیولا. اینم ریکامندد میزنیم. خب آقا ببینیم چقدر بیارم جای کی بیارم. بیارم جای این اسکول 101 شد حاجی. پشمام چه خوب. ببینم آمارشو حاجی 101 خیلی خوبه ها. فکر میکردم 99 بشه جدی. اینقدر پوستشه بود. فینیشینگش که حالا خوبه 94 بد نیست. کیکینگ پاور اینو اگر حالا فکر کنم روش بوستر بزنی نمیدونم 102 میشه یا نه حقیقتا نمیدونم. بذار گواردیولا هم بیارم. گواردیولا رو بیارم جای کی به نظرتون؟ فعلا میارم جای رایس. من اینو بنازم حاجی. اینم 101 شد. خب من بوستر رو روی چیز میزنم اول روی داویدیا میزنم اگه داشته باشم. 3 تا دارم. 100 تایی که نمیشه کنه رندوم میزنیم. بسم الله. تکنیک رو به همون داد. خب ببینیم تکنیک چیه. بال کنترل دریبلینگ های پوزیشن لاپوس پلیر خیلی آنچنان به کارش نمیاد. فکرم نکنم که 102 شده باشه. بله 102 نشده. رو گواردیولا هم تست میکنم. چه اینجا دارم. آها بچه ها شما اگر بوستر بزنید میتونید که جایگزینش هم بکنید. فکر کنم تو آموزش قبلی هم بهتون توضیح داده بودم. بوستر کرافتینگ رو که بزنید اینجا اووررایت رو که بزنید. اووررایت یعنی جایگزینی همون ریپلیس خودمونه. اووررایت رو که بزنید یه دوری اگر روی رندوم بزنید این عوض میشه. حالا شما خیلی اینجا تیکت بوستر ندارم. من برای گواردیولا میزنم. توی قسمت بوستر کرافتینگ میرین بعدو میزنید رندوم. ببین چی میده بهمون.
شاتداون چیه؟ چیکار میکنه برامون شاتداون؟ دیفنسیو. آقا خوب داد دقیقاً چیزی که نیاز داشت و داد. دمش گرم. 102 نشد ولی خب بیشترش کرد دیگه. ببینید اینجا رو توی اینهایی توی این قسمت تمام اینا رو یه واحد اضافه کرد. تکلینگ و دیفنسیو انگیجمنت و اینا رو همه رو یه واحد اضافه کرد. پاسش هم خوبه، بد نیست. از لحاظ دفاعی خیلی خوب نیستش. بعد ببینم گیم پلیش داره. حالا حتما من گیم پلی ازش میگیرم و میگم بهتون. خب آقا اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که دوستش داشته باشید. میخواستم حقیقتا این ویدیو خیلی متفاوت بذارم و اون $6 هم نگه داشته بودم حالا برای یک مصرف دیگه، ولی گفتم خب چی از این بهتر که یه ویدیوی کاملا متفاوت و نوعی رو بذارم برای سابسکرایبر عزیزمون. و خلاص امیدوارم که دوستش داشته باشید. حتما سابسکرایبمون بکنید. مرسی از حمایتاتون، واقعا خیلی کامنت های خوبیه. این کامنت خوبی دریافت کردیم، خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که راضی بودین. لایک ویدیو یادتون نره. خیلی دوستتون دارم و مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.